ما میشه که تشریف بیارن تا نوار قطع بکنیم. جناب خادم سه که از ایران تشریف آوردن بشه که حضور داشته باشن برای قطع نوار. جشن انگور در هرات، تجربه بی‌نظیر از فرهنگ و تاریخ افغانستان. هرات شهری با تاریخ پرافتخار در افغانستان است که در آن جشن انگور یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و تاریخی است. این جشنواره هر سال در پایان فصل تابستان و ابتدای خزان برگزار می شود و هزاران نفر از داخل و خارج از کشور به هرات می آیند تا در این مراسم شاد و پر انرژی شرکت کنند. جشن انگور در هرات به گذشته بسیار دور باز می گردد. این جشن در طول تاریخ تغییراتی را تجربه کرده است و امروزه به عنوان یکی از جشن‌های مهم در افغانستان شناخته می شود. جشن انگور در هرات با آیین‌ها و مراسم خاصی همراه است. در این رویداد مردم با لباس‌های محلی و رنگارنگ به خیابان‌ها خوش آمد می‌گویند و در کنار هم به رقص و آواز می‌پردازند. یکی از مراسم مهم این جشن در گذشته ها مسابقات پرتاب انگور بوده که در آن شرکت کنندگان به چالش های مختلفی برای پرتاب انگور می پرداختند. همچنین شماری از مراسم دیگر شامل موسیقی محلی، نمایشگاه ها، نمایش های مردمی و طنز و شعرخوانی است. جشن انگور در هرات نقش مهمی در حفظ و ارتقای فرهنگ و هویت محلی ایفا می کند. این رویداد به عنوان یک نماد از روحیه و انرژی مردم هرات شناخته می شود و به جذب گردشگران داخلی و خارجی به این منطقه کمک می کند. از طرف دیگر این جشن نقش مهمی در توسعه اقتصادی شهر هرات و ارتقای همکاری‌های فرهنگی و تجاری با کشورهای همسایه افغانستان دارد. ماندگاری و رونق جشن انگور در هرات با چالش‌های روبرو است. مشکلات امنیتی و سیاسی در منطقه می تواند تأثیری بر برگزاری این جشن داشته باشد. همچنین تغییرات اقلیمی و مشکلات آبی می تواند بر تولید انگور در این منطقه تأثیرگذار باشد. با این حال با توجه به اهمیت فرهنگی و گردشگری این جشن، تلاش‌هایی برای حفظ و توسعه آن در آینده انجام خواهد شد. جشن انگور در هرات یک رویداد فرهنگی و تاریخی بسیار مهم است که هر سال هزاران نفر را به خود جذب می کنند. این جشن با آیین‌ها و مراسم خاصی همراه است و نقش مهمی در حفظ فرهنگ و هویت محلی و توسعه گردشگری و اقتصادی هرات دارد. با وجود چالش‌هایی که ممکن است با آن مواجه شود، امیدواریم که جشن انگور در هرات همچنان به عنوان یک از جشن‌های برجسته افغانستان و جذب کننده گردشگران ادامه یابد.
خانم در بخش مراقب‌پذیری از 750 خانم کار میکنه و 25 خانم در بخش تروشی سازی اینا کار میکنه. 25 خانم در بخش سورت زعفران، پروسس زعفران کار میکنه که فصلی میشه. باز ما سنتر داریم، اتاق سالن، باز اونجا میز